ریاست محترم فدراسیون هزاره‌های استرالیا خواهشمندیم که لحظات چند ما و همه حضار محترم را به فیض برسانند. دانشمند آقا و توانمند جناب آقای حسین رضایت. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و حرمت خدمت حضار ارجمند، خانم‌ها و آقایان و عرض خوش آمدگویی خدمت تک تک حضار، مهمانان عزیز و ارجمند. اجازه بدهید به همکارانم در ستاد برگزاری 17مین سالگرد شهادت رهبر شهید تبریک بگویم بابت زحماتشان، تلاش‌های بی‌وقفه و بی‌دریغشان که این محفل را با این شکوه و عظمت برگزار کردند و مردم خوب ملبورن نیز با این زیبایی و خوبی به این محفل جواب مثبت دادند و امسال نخستین سالی است در استرالیا که بیشتر محافل تحت یک عنوان با یک پیام آغاز می شود. در سیدنی، ملبورن، آدلاید و شهرهای دیگر امیدوارم آغازی باشد برای هماهنگی‌ها و انسجام‌های بیشتر. While I am acknowledging the presence of dignities, Honorable Mayor of Dandenong, His Excellency Ambassador to Australia and New Zealand, Sandy Sheikh, and Ustad Shafat and other guests, I ask their permission to continue my speech in Dari. I hope it is not rude. هفدهمین سالگرد رهبر شهید از راه رسیده است. من دریغم می آید که این روزها را به شما تسلیت بگویم، تبریک بگویم. شهادت بابا آغاز یک زندگی است، سرفصل یک دفتر جدید در تاریخ زندگی مردم ماست. ما امروز جشن سرخ شهیدان خود را می‌گیریم، جشن سرخرویی، سربلندی، تعهد و پایمردی سرداران سربلند مردم خود را با غرور و افتخار، با شکوه و عظمت تجلیل می‌کنیم. ما هرچند حضورشان، جسم فیزیکیشان در جمع ما نیست، اما روحشان، پیامشان، آرمانشان، اندیشهشان چنان جاندار، شکوهمند، پرانگیزه در رگرگ جان ما، در بستر خون ما جریان داره و سیلان میکنه که هر گوشه‌ای که فرزند هزاره هست در اونجا خون رهبران ما هست، خون سرداران ما هست و این جمع را با این همه شکوه هر لحظه، هر دم و هر آن به حرکت، جویش و پایش می‌کند و این مرگ نیست. و یک بار دیگر با همه ایمان گواهی می‌دهم خداوندا، آنگونه که فرمودی آنانی که در راه عدالت دفاع از کرامت انسانی، دفاع از حرمت بشری کشته می‌شوند، نمردند، که زنده‌اند و مدام در پیشانی ابدیت ثبت و از جاودانگی و ماندگاری تو رزق می‌خورند و لذت می‌برند و ماندگارند. باید به عنوان برجسته‌ترین تجربه که پدر شهید ما برای ما به میراث گذاشت
پیشاهنگ این مردم باشد، فقط به یک دلیل و اون دلیل بسیار ساده و روشن و اون اینه که استاد مزاری وقتی که در میان مردمش آمد و ادعای رهبری و زعامت حرکت اجتماعی مردمش را کرد، دو کار را بسیار شفاف و روشن انجام داد. یک، درد ملموس و عینی مردمش را پیدا کرد، دردی که سالها به عنوان یک زخم کهنه و خونریز در دل تک تک مردم ما جاری بود و این درد را نه از ایران گرفت، نه از پاکستان گرفت، نه از روسیه و جاهای دیگر گرفت، از سنگر به سنگر، از قدم به قدم و نقطه به نقطه خاک وطن گرفت. سال 1365 بابر وارد افغانستان که شد، نقطه به نقطه افغانستان را گشت، قدم به قدم پای صحبت هر مرد و زن وطن نشست، درد دل آنها را شنید، زخم کهنه آنها را پیدا کرد و اون وقت آمد بسیار ساده و رسا فهمید که درد را روی نقطه بگذارد که اون نقطه سالهاست مردم ما را میرنجاند و اون اینی که ما اول باید به عنوان شهروند برابر با شما مردم، با شما هموطنان بنشینیم روی یک میز، ما را بپذیرید که ما مثل شما برای تمامیت ارضی وطن جنگیدیم، ما مثل شما سنگر به سنگر خون دادیم، ما مثل شما وجب به وجب برای شکوه، عظمت، استقلال، ماندگاری و پایایی این وطن فداکاری کردیم و جان دادیم و اون وقت با شما می نشینیم به عنوان هموطن شریک و مساوی و همصدا روی قضایای افغانستان تصمیم میگیریم و هیچ کس را اجازه نمیدهیم که بی ما و در خیال ما برای این وطن تصمیم بگیرد. این نخستین دردی بود که پیدا کرد و اون وقت به پای این درد آمد دو کار دیگر را هم کرد. یک، آمد منافع خودش را به عنوان یک شخص از درد و منافع مردم جدا کرد. بسیاری از رهبران تاریخ منافع خود را منافع مردم می‌دانند. هر جا که منفعت آنها بود فکر می‌کنند، توهم دارند که منافع مردم همونه. بابر اول آمد منفعت خود را به عنوان عبدالعلی مزاری کنار گذاشت و اومد منافع مردمش را، نیازها و دردهای مردمش را جدا کرد و اون وقت به مردم تعهد داد که من جز شما مردم، جز منفعت شما هیچ منفعت دیگری ندارم و حاضرم به پای منفعت شما بمیرم و خونم در میان شما ریخته شود. وقتی درد را پیدا کرد، وقتی تعهد و ماندگاری و ایستادگی را به مردم داد، اون وقته که مردم غرب کابل مزاری را که تا دیروز یک رهبر ساده بود پدر می‌خواند و چنان به پشتش می‌ایستد که همه ایمان و باور و امید و انتظارشان را از این پدر جستجو می‌کند و وقتی هم که به شهادت می‌رسد مرگش را نه یک مرگ، یک درخت می‌کند از غزنه تا بامیان تا مزار، چنان بر روی دوششان تشریح می‌کند تا خونش در هر وجب و وجب خاک ما بریزد و لاله‌های سرخ کفن را در هر بهار برویاند و این مردم را از خواب بیدار کند که آهای بیدار شید، حرکت کنید، نمیرید، نمانید، اختلاف نکنید، نزاع نکنید و وطن را بسازید و برای آبادانیش با عزت و شکوه و افتخار زندگی کنید. این شاخصه پدره و رمز ماندگاریش به عنوان یک نمونه بسیار شاخصه روشن
از این نوع رهبری برمیگردیم به کسی که بابر همیشه او را به عنوان قائد خودش میخواند در کربلا. مردی که عزیزانش را در قدر خون میدید و دشمن کینه توز را در چهار طرفش و تیرها شب‌گس کنان و نیزه ها هوارکشان از بیخ گوشش میگذشت و زنانش در پشت سرش آماج تهدید مردان جاهل و نادان آمد در میان میدان صاف که اگر دین محمد که آرمان منه، ایمان منه، عشق منه و فلسفه زندگی منه جز با مرگ من زنده نمیماند، پس ای شمشیرها درنگ نکنید، جانم را آماج بگیرید تا آرمانم بماند. و چنین شد پدر ما در کابل. و وقتی که مردم تهدید شد و وقتی که مردم ما آماج تهدید قرار گرفت درنگ نکرد. او میتوانست فرار کنه، او میتوانست به جاهای دیگر بره، از مسیر پیاده حرکت میکرد، راهی زیادی نبود که خودش را میرسان و از معرکت بیرون میکرد، اما چنین نکرد. به آرمانش، به تعهدش ایستاد و به مردمش نشان داد که ما با خون ما میتوانیم آرمان خود را زنده کنیم، همونطور که قائدش در کربلا فهمان اگر جانم نیست خونم میتواند با تاریخ حرف بگوید. و امروز مزاری بسیار قوی‌تر از زندگیش با ما حرف، بسیار پرشکوه‌تر از زندگیش. امروز هیچ جای این دنیا نیست که مزاری در اونجا زنده نیست، هیچ جای این دنیای خاکی نیست که نام مزاری بر در دیوارش با شکوه افتخار نصب نمی شود. و طرف صحبت من با اونایی که از این بعد می آیند، با مردانی که سر بلند می کنند به عنوان رهبران مردم، با کسانی که گردن برمی افرازند به عنوان چهره های مردمی یاد بگیرید، از بابر بیاموزیم. اگر می خواهیم جاودانه در میان مردمتان باشید و اگر می خواهیم در تاریخ فراموش نشوید و زیر پای قضاوت سخت و بیرحم تاریخ محو نشوید، با مردمتان متعهد بمانید و منافع خود را از منافع مردم جدا کنید و به پای منافع مردمتان متعهد بایستید که زندگی در تعهد و در ماندگاری است. تشکر.